سلام دوستان، خوش اومدید به کانال یوتیوب من. ما اینجا هر روز تحلیل روزانه بیت کوین رو میذاریم بر اساس سبک ولیوم تریدینگ، بر اساس حجم. خب گفته بودم که اولین کاری که میکنیم تو روز برای اینکه تریدمون رو بخوایم شروع کنیم، روز تریدمون شروع بشه، اینه که بریم اخبار رو ببینیم. امروز یک شنبه است، خبری نیستش، بازار جهانی تعطیله، خبری نیستش، ادارات تعطیلن، خبری نیست. خب پس میتونیم تو همه ساعت روز ترید بکنیم. دومین قدم گفته بودیم چیه؟ ببینیم که قیمت امروز کجای مارکت، کجای ولیو ایریا دیروز ما باز شده. برای این کار چیکار میکنیم؟ میریم تو چارت پروفایل. چارت پروفایل، به این چارت میگن چارت پروفایل. خب از این آبی تا این آبی دیروز ما، از این آبی به بعد امروز ما داره تشکیل میده هنوز. چون تشکیل نشده برای ما این مهم نیست. میتونیم مثلا اینو با دیروزی ادغام کنیم، یعنی جمع بزنیم، چون داخلش هم هست. خب ولی خب این کار نمیکنیم فعلا. ببینیم قیمت کجای ولیو ایریا ما باز شده امروز. قیمت امروز داخل ولیو ایریا دیروز دیگه، بالاش که نیست، پایینش هم نیست. خب ما گفتیم 4 تا سناریو داریم. اول اینکه قیمت از اینجا بیاد به سمت 39 888، بیاد به اینجا، قیمت بیاد به اینجا بخوره، بیاد پایین. بعد شما اینجا چی؟ دوباره سلشو بگیرید، یعنی بیاد بخوره اینجا، بیاد پایین، موقع برگشت شما اینجا سلشو بگیرید. یا نه، قیمت بیاد اینجا رو رد کنه، اینجا ببنده، اینجا یکم حجم تشکیل بده. حجم که حالا شما شاید نبینید، ولی خب اینجا بیاد اینجا ببنده، بعد یه مثلا 20 دقیقه اینجا بمونه، بیاد به سمت پایین، شما اینجا دوباره بایشو بگیرید به سمت بالا. ترید بعدی که میتونید بکنید تو این کفه، قیمت از همینجا این شروع کنه بیاد پایین، بخوره اینجا، بیاد بالا، شما تو برگشت اینجا بایشو بگیرید. بای اینجا رو میگیرید، ترگتتون اینجاه، اینجا سل میگیرید، ترگتتون این خط است. حالا قیمتاشون رو بهت بگم: 38782، 38890. یه دونه دیگه هم اینجا هست، همین که قیمت اومد پایین، اومد پایین دیگه، خورد به این واکنش نشون نده، همین رد کنه، اینجا ببنده، اینجا دوباره بیاد یه 20 دقیقه اینجا بمونه، به سمت وقتی برگشت به سمت این خطه، شما اینجا سلش رو بگیرید به سمت پایین. ترگت سل اینجاتون میشه اینجا. ترگت بای اینجاتون، ترگت اونجا که بای کنید 38890 فکر کنم، اونجا میخواید بای کنید. این درس خورده به این این به این خورده، اینو ول کنید. 41170 ترگت بعدیتون میتونه 41170 باشه. 41170 یعنی شما اینجا اگه اومد اینجا رو شکوند، اومد پایین، اینجا اومدید بای کردید، 41170 میتونید. قیمتیه که شما از پوزیشن بای اینجاتون خارج بشید. خب دوستان، تحلیل امروز این بود. دوباره یه مرور کنیم. اومد خورد به 39890، خورد به اینجا، اومد پایین. شما تو برگشت قیمت میتونید اینجا سل کنید به سمت پایین، ترگتتون اینجا. یا نه، قیمت اومد اینجا، رفت بالا، بس اومد یه 20 دقیقه هم اینجا موند، اومد پایین، اینجا میتونید بای کنید. ترگتتون هم گفتیم 41700 و چند بود، 780 بود، حالا یادم نمیاد. اونجا ویدیو رو بکشید عقب نگاه. بعد برای بای، قیمت از همینجا اینجوری میاد پایین، میخوره به 38786، میاد بالا، تو برگشتش اینجا میتونید بای کنید. ترگتتون هم میشه این 39890.
یا نه همین که اومد پایین میاد اینجا زیرش میبنده، 20 دقیقه نیم ساعت اینجا میمونه. موقع برگشت به این خط شما اینجا میتونید سلش رو بگیرید به سمت تا 38283. خب دوستان تحلیل امروزمون هم این بود. دوستان امیدوارم لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. دمتون گرم.